زبان ملی آینه پرجلوی تاریخ، جهان معنوی و خیرات و معرفت هر یک خلق و ملت به شمار می رود. اما سال سنه 5 اکتبر در قلمرو جمهوری تاجیکستان روز زبان دولتی را تجلیل می کنیم. در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 25 شهرک سغدیان جماعت دهاتی کاسه‌تراش با ابتکار آموزگار جوان و لیاقتمند سبزینه سلیمبویه با خوانندگان صنف 5 درس کشاد تربیوی در موضوع زبان هستی ملت برگزار شد. آموزگار فن زبان و ادبیات سلیمبوی و سبزینه با سوال و جواب درس کشاد تربیوی را آغاز نمود. سلام بچه ها. سلام استادی مهربان، خوش بیان و خوش زبان و خوش خطن، پیروانی پیشوای ملت. تنی کی میگوید امروز در صنف ما کی نوبتدار است؟ امروز در صنف من نوبتدار می باشم. نامی من کریم و آیشه. در این صنف 30 نفر خواننده تحصیل می کنند که همه‌شان در درس اشتراک دارند. در ماه سپتامبر ما کدام روزهای تاریخی را جشن گرفتیم؟ ما در ماه سپتامبر 1 سپتامبر روز دانش را جشن گرفتیم. ما در ماه سپتامبر 4 سپتامبر روز کتاب را جشن گرفتیم. ما در ماه سپتامبر 9 سپتامبر روز استقلالیت جمهوری تاجیکستان را جشن گرفتیم. در ماه سپتامبر 22 سپتامبر روز سردفتر ادبیات فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی را جشن گرفتیم. ما در ماه سپتامبر روز 30 سپتامبر روز جلال الدین رومی را جشن گرفتیم. کنی بچه ها در ماه اکتبر ما کدام دیدها را جشن میگیریم؟ ما هفته اولی ماه اکتبر روز آموزگاران را جشن میگیریم. ما در سنه 5 اکتبر روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان را جشن میگیریم. بچه ها درس کشاد تربیوی ما بخشیده با 5 اکتبر روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان موضوع زبان ملت هستی ملت می باشد. مقصد گذرانیدن درس تربیوی ما به خوانندگان آموزانیدن رکنهای دولتداری از آن جمله زبان دولتی، احترام گذاشتن به زبان دولتی، معلومات داشتن خوانندگان عاید به روز تأسیس یابی مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی، دانستن خوانندگان عاید به سخنهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام علی رحمان در وصف زبان تاجیکی. شادم که در روی جهان من تاجیکم، تاجیک زبان، می بالم از این هر زمان. من تاجیکم، تاجیک زبان، جای روم، جای شینم، از ملتم فخر کنم، باشم اگر در کهکشان. من تاجیکم، تاجیک زبان. خوانندگان عزیز، 22 ایول سال 1989 تاجیکان در آسیای مرکزی اولین شده با زبان خود مقام دولتی داده حجت را با نام قانون زبان قبول کردند. دولت و حکومت جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان به خاطر استحکام پایه‌های زبان ادبی ملی تدبیرهای ضروری را راه اندازی می کند. در دایره همین ابتکار با در نظر داشت معیارهای دولتی صاحب اختیار قانون زبان از نو تهیه گردیده در تاریخ 5 اکتبر سال 2009 با نام قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید. آن از 7 باب و 28 ماده عبارت است. از ملت و از زبان خود یاد کنید، ارواح گذشتگان خود شاد کنید، تا حرف زند به تاجیکی طفل شما، دنیای ورا تاجیک بنیاد کنید. من تصمیم گرفتم که درس تربیویمان را با سخن اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در وصف زبان تاجیکی طریق آینه نیلگون پیشکش شما نمایم. زبان تاجیکی در شمول قدیمترین زبانهای خراسان و ماوراءالنهر میراثبر زبانهای باستانی آریایی است. عالمان و دانشمندان سطح جهانی
اعتراف کردند که در تاریخ تمدن بشر تاجیکان همچون خلق آریای نژاد یکی از ملت‌های قدیمترین و زبان مادری ما یعنی زبان تاجیکی از جمله زبان‌های باستانی سیاره به حساب می‌روند و در این خصوص هزاران تحقیقات علمی انجام داده شده است. ما باید به رشد زبان شیوا و شاعرانه تاجیکی نیز اعتبار اولین درجه دهیم، چون که زبان دولتی یکی از ثروت‌های مقدس و گرانبهاترین ما میباشد. زبان مادری میگوییم، یعنی زبان چنان مقدس است که ما زبان مادری از مادر به دنیا هست می شود. زبان مادر هر دو توأم هستند. اگر دوست نداری عاجز می شوی. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گهورند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. دو پسر بچه با نام شهزاد و شهباز در باغ بابایشان بازی میکردند. آنها از زیر درخت بابایشان صندوق پیدا کردند. شهزاد ای شهزاد، در این صندوق چی باشد؟ به فکر من طلا است، طلا. نه دوره، به فکر من یگان چیزی میخوردنی. بیا شرط میبندی. نه بهتر است بیا به نزد بابایم میرویم. اون کس به ما در صندوق چی بودنش رو میگویم. سلام بابا جان. و علیکم بر سلام نبیره های بابا. بابا جان، من با همراهی شهزاد در وقت بازی از زیر درختی باغمو صندوق پیدا کردیم. خوش به فکر شما در درون این صندوق چی باشد؟ به فکر من طلا، زر و زیور است بابا جان. فکر من باشد در اون چیزی قیمت. بله نبیره های شیرینی من از گذشتگانم و نسل‌های آینده این گنجینه ها را نگاه داشته بودم. نبیره های شیرین من، زبان مادری ما در طول سالهای زیاد از طرف دشمنان ظالم بسیار شکنجه ها دید، اما خلق تاجیک تمام دارایی‌اش را از دست داد و زبان مادریش را از دست نداد. شما باید دانید که زبان مادری ما تاریخی خیلی قدیمه داشته. بیش از 1000 سال خلق تاجیک با زبان شیوای تاجیکی گفتگو کرده فرهنگ بی‌نظیر خود را چون خط سبز از یک کتاب و کتاب دیگری تاریخ ثبت می‌کند. شاعران مثل ابو عبدالله ردکی، ابوالقاسم فردوسی، صدرالدین عینی، کمال خوجندی اثرهای جاویدانه و عارفانه خود را با زبان تاجیکی ایجاد کرده شهرت این زبان را باز هم افزونتر گردانیدند. منبع نویسندگان شاعران معاصر تاجیک مثل میرزا توسن‌زاده، مومن قناعت، لایق شیرعلی و دیگران مثل گذشتگان خود چراغ زبان مادری را فروزان داشتند. نبیره‌های شیرین بابا، شما باز می‌دانید که یک ابرمرد تاجیک، مرد دانا و اصیل، سهم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، محترم امامعلی رحمان در رشد زبان و قانونگذاری آن خیلی کلان است. با تشبث آن کس این روز را یعنی 5 اکتبر همچون روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در سراسر کشور عزیزمان جشن گرفته می شود. شیرینک‌های بابا، شما اکنون این گنجینه‌های گذشته‌مان را گرفته و قدر زبان مادری‌مان برسید و آن را گرامی دارید. هیچ چیز به مثل زبان پرارزش‌ترین و قیمت‌ترین نیست. تشکر بابا جان. ما به شما وعده میدیم که این گنجینه‌های گرانبها را احتیاط نموده زبان مادری‌مان را پاس می‌داریم. کنی بچه‌ها، از صحنه چی فهمیده؟ من از این صحنه فهمیدم که زبان تاجیکی ما تاریخ خیلی قدیمه دارد. زبان تاجیکی ما را کی باید حفظ و احترام نماید؟ زبان تاجیکی ما را ما باید حفظ و احترام نماید.
سهم کدام شاعران و قهرمانان به گرامی داشتن زبان دولتی نظررس است؟ من از این صحنه فهمیدم که از دوره ابو عبدالله رودکی تا امروز شاعران و عالمان تاجیک برای حفظ زبان تاجیکی مبارزه برده‌اند. زبان هستی ملت است. اگر ما زبان خود را احترام نکنیم، ملت دیر یا زود از بین می رود. من از این صحنه فهمیدم که سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت در رشد زبان دولتی و قانونگذاری آن خیلی کلان است. هرچی او از مال دنیا داشت خطه بلخ و بخارا داشت سنتی بالای و دیوان داشت تختی سامان داشت. خلق تاجیک، خلق ارمان، آب در چشم چون یتیمان، در لبش خشم چون اسیران، از وطن تا برکفن هر بود و نابوده که داشت. در حد و سرحد شناسی این جهان، سرحدی تاجیک زبانی تاجیک است. تا زباندار است وطندار است تا زباندار است بسیار است به حساب است به شمار است به حد است. از تمام این و آن گم کردگان، زیشت روتر نیست در این جهان. زان که گم کرده زبانی مادری، حرف گوید با تو با چندین زبان. باک نگر داوری گم کرده است، یا امیدی سروری گم کرده است. زبان و شیر مادر بر کسی که زبانی مادری گم کرده است. قدیمی و جوانی تو، خوش آهنگ و روانی تو، چو بحری بیکرانی تو و درومنی کانی تو. چو بحری بیکرانی تو و درومنی کانی تو. زبانی مادری ما، زبانی مادری ما، زبانی مادری ما، زبانی مادری ما. زبانی سعدی و حافظ، زبانی رودکی هستی، و ما علم و ادب آموز، زی دوری کودکی هستی. و ما علم و ادب آموز، زی دوری کودکی هستی. زبانی مادری ما، زبانی مادری ما، زبانی مادری ما، زبانی مادری ما. شبی تا باز براتر، خوش آهنگ و گواراتر، تو را پاکیزه دارم برای حرمتی مادر. تو را پاکیزه دارم برای حرمتی مادر. زبانی مادری ما، زبانی مادری ما، زبانی مادری ما، زبانی مادری ما. ما باید زبان تاجیکی را همچون ارزش ملی احترام کنیم، با آن مناسبت غمخوارانه داشته باشیم. برای رشد و انکشاف آن در همه ساحه‌های حیات جامعه زمینه ضروری فراهم آوریم. سهم فرزندان دانشمند ملت ما در رونق تمدن عالم نظررس است. در کتاب علم و ادب دنیا نام‌های آدم و شعرا، استاد رودکی، حکیم فردوسی، شیخ سعدی، خواجه حافظ،
جلال‌الدین بلخی، ناصر خسرو و دیگران به خط طلایی جاویدانه ثبت شدند. 22 ایولی سال 1989 تاجیکان در آسیای مرکزی اولین شده با زبان خود مقام دولتی داده حجت را با نام قانونی زبان قبول نمودند. از سال 1989 تا سال 2009 در جمهوری ما 22 ایول همچون رئیس زبان جشن گرفته می شد. 5 اکتبر سال 2009 تحت رقم 553 قانون درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان قبول شده است. آن از 7 باب و 28 ماده عبارت است. ماده یکمین باب اول آن آمده است: زبان دولتی جمهوری تاجیکستان زبان تاجیکی می باشد. زبان دولتی جمهوری تاجیکستان زبان تاجیکی است. همه ملت‌ها و خلقیت‌هایی که در حدود جمهوری زندگی می‌کنند حق دارند از زبان مادریشان آزادانه استفاده کنند. حکومت جمهوری تاجیکستان جانبداری سیاست زبان است. زیر این زبان یکی از عامل‌های تنظیم و تحکیم دوستانه همه خلق‌های تاجیکستان به حساب می‌رود. سخن اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، سهم فرزندان دانشمند ملت ما در رونق تمدن عالم نظررس است. در کتاب علم و ادب دنیا نام‌های آدم و شعرا استاد رودکی، حکیم فردوسی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، جلال‌الدین بلخی، ناصر خسرو و دیگران با خط طلایی جاویدانه ثبت شدند. سخن اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان: ما باید زبان تاجیکی را همچون ارزش ملی احترام کنیم، با آن مناسبت غمخوارانه داشته باشیم. برای رشد و انکشاف آن در همه ساحه‌های حیات جامعه زمینه ضروری فراهم آوریم. هر یک دولت خود باشه خواهربزرگ با زبان زنده است و یکی از رکنهای مهم دولتداری و مقدسات ملی به حساب می‌رود. عمر ملت و عمر زبان وابسته است. یعنی بقای زبان بقای ملت است. مهمترین و برای پیروی نسل آینده است. هیچ نباید فراموش کرد که زبان مادری یکی از رکنهای اساسی دولتداری بوده، سرچشمه است که انسان را با اصالتی ملی پیوند می‌دهد. زبان هر ملت یادگاری عزیز است که رشته آن از چندین نسل‌های نژاد آب کرده. مایه افتخار و خودشناسی نسل‌های بعدی نمی‌گردد. زبان خشتی اولی کاخ ملت است. تاریخ گواه است که اگر زبان ملی از بین رود، ملت هم دیر یا زود تفکر ملی خود را از دست داده عاقبت زوال می‌یابد. ما برای حفظ اصالت زبان و فرهنگ اقلیت‌های ملی مقیم تاجیکستان را فراهم می‌آوریم. زبان ملی آینه پردیدار تاریخ، جهان معنوی و خیرات و معرفت هر یک خلق و ملت به شمار می‌رود. تنها زبان است که در همه دور و زمان تاریخ واقعی و راستی ملت را در حافظه خود نگاه می‌دارد. زبان نعمتی بی‌بهای زندگی اهل بشر می‌باشد. من نمازم را به نامت می‌گزارم تاجیکی، افتخارم تاجیکی دارم ندارم تاجیکی. از رام تو فرح افزا هوای کشورم، لفظ شیرین و زبان شیره دارم.
تو را من نخواهم کرد عوض بر لفظی دیگر. برابر نیست بر تو ای بهشتم تمامی گنج عالم تو گوهر. زبان تاجیکی ای لفظ شعری زیادی از 1400 سال. نخست آوازی تو با شعری بهرام ایام در تخت جمشید است تا حال. سروده الله را با لفظی مادر ستاره از برای پوری سینا. ابو ریحانی بیرونی به حکمت تو را بینمود مشهور به دنیا. نواخته ردکی بسعود و بربر نمود از شش مقامش نغمه هر دم. و با شاهنامه ای فردوسی توس بگشته خلق ما مشهور عالم. شد اسماعیل سامانی هم آنگه بخارا را عظیم و شأن دیوار. زمانی تاجداری ای بزرگان مدار خلق ما افسود بسیار. اگرچه 100 این تاجیکی من زی تاج و تخت خود گردید محروم. زبان تاجیکی ای ما همیشه بوده اندر رواج و بیش معلوم. به مثل سعدی و خیام و حافظ کشاده دیگران هم بیش دفتر. زی لفظی دلبریت بود بهره به نظم آورده آنان دور و گوهر. زبها را نمود ایجاب تیمور و لفظی تاجیکی با حیمتی بیش. نوشته با محبت شاه اثرها علوبک با زبانی مادری خش. جهه از دست من خوددان ناپاک زبانی مادری خار گشتی. زیر گرداندگان صد رنج دیدی و یک حرفی شیرین سال. امینم که اگر در روی عالم بماند تاجیک تنها یگانه. نمیمیرد زبانی مادریم همیشه زنده است و جاودانه. بپاشد آفتاب نوری ضیا را نموده روی عالم را منور. یگانه بحر من تو هستی تنها ایا ای شمس من ای لفظ مادر. زبانی مادری رودی زرفشان. زبانی مادری لعلی بدخشان. زبانی مادری چون غنچه گل. زبانی مادری چون نور خوشبو. زبانی مادری ام دولتی من غرور افتخار و قدرتی من. زبانم هست و من هم زنده هستم زبانی من نشان و ملتی من. زبانم چون ما پرواز بین ما چون مطرب پرلعی دلساز بین ما. زبان را هر کسی پاکیزه دارد دری بختش خدایا باز بین ما. زبان تاجیکی تاج زبان ها زمان اندر زمان اندر زمان ها. زبان مادری پیک امید مقدس همچنان شیر سفیدی. این زبان از نور ایمانی من است. این زبان آل سامانی من است. لالسان و گرم و شیرین و بلند آتش پاک نیاگانی من است. شادم که در روی جهان من تاجیکم تاجیک زبان. میبالم از این هر زمان من تاجیکم تاجیک زبان. جای روم جای شینم از ملتم فخر کنم. باشم اگر در کهکشان من تاجیکم تاجیک زبان. چو لفظی تاجیکی لفظی شکر نیست بهشتی و کلامی معتبر نیست. سراپای وجودم را بجوی و غیر تاجیکی چیزی دیگر نیست. زبانی مادریم افتخارم و سعادت بخش خلق نام دارم. در عالم از همه شیرین تری تو به سینا و خیامت سجده. زبانم چشم ساری رزگار است. تراوت بخش مانند بهار است. چو شعری ردکی زیبای دلکش مثالی حافظ شیردار است. عجب روانی زبانی تاجیک وطن چو جانی. زبانی تاجیک همه پرستم
تو را چو مادر نشانی زبان تاجیک. و هر کدوم همیشه مرا مدد رسانی زبان تاجیک، زبان علمی، زبان شعری پر از معانی زبان تاجیک. تو آبی باران تو فیضباری و به از آنی زبان تاجیک. نمایی ملت و کاخ سرور مرا رسانی زبان تاجیک. چو شاهنامه تو به زوالی چی به خزانی زبانی تاجیک. نگردی تو کنزینش گردن تو بحریکانی زبانی تاجیک. دو سه کس اکر تو رو فراموش تو خود جهانی برام نمانی زبانی تاجیک. و تو نمودم جهان مسخر جهان مسخر تو خود جهانی زبانی تاجیک. هستی ملت زبان مادریست، شهرت ملت زبان تاجیکی. هستی ملت زبان مادریست، شهرت ملت زبان تاجیکیست. ما زبان مادریمون رو پاس می‌داریم و دوست می‌داریم. زبان ما جهان ما، ایدی زبان و رزی زبان پوجسته باد. زبان هستی ملت. سپس رئیس بخش پنجکنتی اتفاق نویسندگان اسماعیل ظریفی، ناظر شعبه معارف بابویف لطف‌الله پیرامون درس کشاد تربیوی فکر و عقیده‌های خود را بیان نموده با آموزگار سلیمبای و سبزینه برای چنین یک درس پرمحتوا منتداری خود را بیان نمودند. امروز ما همگان شاهد آن بودیم که در صنف شما در صنف پنجم راهبر سن معلمه خیلی عزیز
салимбоев و سبزینه یک درس زیبا گذشت، یک درسی که برای آینده ملت، برای آینده زندگی شما یک راهنماست. فرزندان عزیز، نبیرگان عزیز، باید که شما در آینده هم وطن خود، زبان خود، مادر خود، مکتب خود، پرزیدنت خود و کشور خود را دوست دارید. این درس یک درس حیاتی بود، یک درس زیبا بود. ما آفرین میگوییم، خیلی درس خوبی بود. به همه شما من چون آموزگار بهای اعلا میگذارم. بس رمزی است که روز آموزگاران به روز زبان و روز تولد پیشوای ملت موافق آمد. بنابراین به همه این صنایع مهم من همه شما رو از صمیم دل تبریک میگویم. بچه که در اینجا درس نمونوی محترم سلیمبوی گذاشتن، بسیار درس تربیوی بود و من میخوام که همه سخنها سرنقش کار ما باشد. واقعی به همتون برای کار. زبان نعمت بی‌بهای زندگی اهل بشر می باشد. انسان فقط توسط زبان می تواند احساس و فکر و اندیشه های خود را ابراز نماید.